معجزه شد. رضا بین 7 دقیقه تا 8 دقیقه نه قلبش میزد نه نبض. من شیرجه ایران رو متحول کردم. الان 2 سالی است که هر روز من شنا میکنم، آب 6 درجه 5 درجه. 8 دقیقه از زندگیشون و روحشون بیرون از بدنشون بوده. من اعتقادی به مرگ ندارم. بعد از که این اتفاق افتاد یه دالون، یه نقطه نور باز شد. این 3 نفر نیمتنه اومدن بالا سر. همیشه میگم ترسی وجود نداره. تقریبا 16 سال سرمربی تیم ملی ایران بودم. خودم مدال نقره طلای آسیا دارم. ببین چه کار کردم، چه کار نکردم. خدا رسونده. اصلا یه چیز عجیب غریبه برام. خیلی نکته جالبی گفت. چی بماند؟ نه. ببین مسیرم عوض شد. این همه صحنه‌ها رو دیدم. یک آن یه درد وحشتناک به یادم بیاد که برای چی اومدم. بی دلیل نیست. من اومدم اون دفعه گفت بابا رضا تو هم دلت خوشا، کانادایی، میگی فلان کنیم به همدان کنیم. هر کدوممون برای یه کاری اومدیم که از دست کسی دیگه‌ای بر نمیاد. چی دل رضا رو شکون؟ سلام، به یه قسمت دیگه از برنامه زندگی من خوش اومدید. مهمون امروز ما آقای خیبری هستن، رضا خیبری، که اینجوری توصیف میکنن 8 دقیقه از زندگیشون و روحشون بیرون از بدنشون بوده و به نظر من همین میتونه کافی باشه برای اینه که امروز اینجا روبروی من باشن و با همین صحبت رو شروع کنیم. رضا جون ممنون که مهمون ما هستید امروز، باعث افتخاره. خواهش می‌کنم. درود بر شما. ممنون. و این برنامه قشنگتون. با سولا جان صحبت می‌کردم، خیلی ایده قشنگی داشتم. من در خدمتتون هستم. ممنون. رضا جون برای همه یه نقطه عطفیشون مهاجرت بوده، راجع به اون صحبت میکنیم. ولی قبل از اینی که بخوایم موضوع دیگه برنامه رو بریم تو دلش و زندگی شما رو اون خط رو شروع به تعریف بکنیم، میخوام بشنوم ازتون که رضا خیبری کی هست؟ رضا خیبری به خودم بخوام بگم یه آدم دیوونه. یه آدمیه که نه که بخوام از خودم تعریف کنم اصلا، ولی من اصولا همیشه دوست دارم که با ترسام غلبه کنم. به ترسام همیشه میگم ترسی وجود نداره، باید یه کاری بکنی که کسی نکرده. ما اومدیم چیزایی تو این زندگی تجربه کنیم دیگه و یکیش این ترس است. من همیشه دوستم ترس تو مدل‌های مختلفه، نه ترس از ترس ورزشی یا ترس، خیلی چیزا هست که ترس از قضاوت شدن، ترس از من حالا ترس از ارتفاع، فوبیای خاصه. من یه جورایی دوست دارم به همه‌شون غلبه کنم. این فکر میکنم یکی از درسایی باشه که من پامون گذاشتم روی این کره زمین، کره خاکی، که به این ترسا غلبه کنم. خیلی جالبه. و چیزی که برای من آدم‌ها رو توصیف میکنه، بعضی وقتا رضا خیبری میتونه یه اسم باشه و بعضی وقتا کلی فعل، نه کلی کلمات مختلف میتونه توضیح دهنده یه فرد باشه. میدونم که رضا خیبری پدر خیلی خوبه، مربیه و یکی از بزرگترین دستاوردهای شما سرمربی تیم ملی شیرجه ایران بودید. امروز کجایید رضا جون؟ ببینید، خب من تقریبا 16 سال سرمربی تیم ملی ایران بودم. خودم مدال نقره طلای آسیا دارم. بعدش شاگردام تو رده سنی مختلف مدال‌های مختلف تو آسیا گرفتن و که خدا رو تعالی مرتبه شکر اکثرشون هم الان به یک جایگاه خیلی خوبی رسیدن. میخوام اسم ببرم: شهباز شهنازی الان مربی تیم ملی آلمان دایوینگ شیرجه، سعید طاقبستانی مربی تیم ملی سوئیس، حامد بزمی دوباره توی یکی از باشگاه‌های آلمان، یکی از بهترین باشگاه آلمان مربی، حمید کریم. همینجوری شاگردان که باید اینا عشقای منن، یعنی انقدر همدیگر دوست داریم، همش با هم در ارتباطیم. چه حسی داره براتون؟ خیلی اصلا میگم این چیزاست منو زنده نگه داشته و نه فقط من بخوام بگم با تکنیکی رو اینا کار کردم، اون چیزی که تو توانم بوده. اخلاقی من خیلی رو نکات اخلاقی بچه شاگردام خیلی حساس ترم تا اینکه قهرمان المپیک میشه. من میگم قهرمان زندگی خودت باش، اخلاق تو اجتماع همه دوست داشته باشن. به نظر من اون برگه برنده است. شما حالا قهرمان المپیک هم بشی ولی اخلاق نشه باشی، تو جامعه جایی نشته باشی، داریم الان دیگه تو ایران میبینید
100%. چه اتفاقی افتاده، کسی که قهرمان المپیکی الان کجاست، کسی که مردم، من میگم همیشه مردم باید شما رو دوست داشته باشن. و خودتون چطوری تونستید انقدر محبوب باشید؟ نه من ببین اصولا دوست دارم که من دوست دارم همیشه آنست باشم و همینجوری دارم به خودم کار میکنم. من خیلی تجربه کردم تو زندگیم و الانم دنبال اینم که آگاه شم، بیدار شم. اصلا بچگی اینجوری بوده، آقا من از کجا اومدم، قبلا کجا بودم، بعد الان برای چی اومدم تو این کره خاکی، بعدش کجا میخوام برم. همیشه چون یه اردیبهشتی هم هستم خیلی دنبال این داستانا هم داستانای عجیب. تولدتون پس یکم با تاخیر مبارک. خشم مرسی. به حضورتون عرض کنم آره من اصولا آدم ادونچری هستم، آدم هیجانی هستم. ونکوور تو این ادونچر تاثیر داشته؟ من 2017 لند کردم ونکوور. 2010 با تیم ملی اومدیم مونترال مسابقات جهانی با 6 تا شاگردام، حالا جزئیاتش نمیگم، و بچه‌ها برگشت، تیم برگشت. من یه 2 هفته هم اومدم ونکوور چون خیلی از دوستام اینجا موندن و اومدیم. رفتم ویسلر رو دیدم و بعد من یکی از دوستای قدیمیم دوران راهنمایی سوم راهنمایی بودم، از ایران اومد بیرون. خب موقع نه موبایلی بود نه چی، نامه به هم میدادیم. اومد کانادا، بعد از 2 سال بعد یه کارت پستال برام فرستاد، گفت یه جا هست اینجا به نام ویستلر. من یادم ویستلر میگفتم چون ویستلر. بعد گفت یه جا هست اینجا بهش میگم بهشت یخی، مال اسکی بازاست، اصلا خوراک توه. این اصلا دریم من شد. و 2010 هم که اومدم یه 2 هفته هم اومدم، 2 روزم ویسلر جاتو خالی اسکی کردم و که الانم من امسال 65 روز ویسلر شاگرد داشتم. واو. بقیه‌شم گراس ماونتن سایپرس بودم و یه جوری شده اون دریمه که ازش دارم پولسازی هم میکنم. خیلی جالبه. چی بهتر از آره میدونی میگن دنبال بکنی عشقتو. همیشه هم همینه دیگه. الانم میگم من حالا تو پیجم هم واقعا داری یه چیزایی میاد برام، استوری میکنم یهو همیشه میگم این لحظه حال الان منه که آینده ها میسازه. اگه تو این لحظه حال تو هر شرایطی حالتو مثبت نگهداری، این حال مثبت هی گسترش پیدا میکنه. مثبت بودن راحت نیست خیلی. آره چطوری تمرینش میکنی؟ یکی از تمرینات من یکی از دوستامونم اون دفعه گفت بابا رضا تو هم دلت خوشا کانادایی میگی فلان کنیم به همدان کنیم. میگم بابا من یکی از راهکارام که الان 6 ماه دارم کار میکنم، 6 7 ماه، میگم صبح که از خواب بلند میشی یه چند تا نفس عمیق بکش، بعد نفستو حبس کن تو لحظه ای که به خودت بیای داری خفه میشی، بعد یهو ولش کن، بعد بخند بگو بابا من زنده‌ام. همینی که زنده ای هنوز خدا با ما کار داره. حالا خدا اسمش بذاریم، هوشمندی اسمش بذاریم، کائنات بذاریم، هنوز کارمون تموم نشده. پس با خنده بریم دنبالش. ببین همیشه میگم ترس از آینده، 90% اون ترسایی که ما از آینده داریم 90% 95% اتفاق نمیفته. 100% اصلا اتفاق نمیفته. برای چی؟ مثلا از فردام خبر ندارم. دور از جون شما یکی از دلایلی که میگم آقا صبح نشید بخند، چون آماری که تو دنیا گرفتن شبا که میخوابیم بین 500,000 نفر تا 700,000 نفر توی خواب میمیرن، روشون ابداً جدا میشه. حالا من به مرگ اعتقاد ندارم، میگم تولد دیگره، میرن یه جا دیگه برای کارهای دیگه شون. و همینی که زنده هم خب خودش باعث خنده است. بعد همینو این خنده خیلی تاثیر داره، هی میاده. من الان یه مدتی از 2-3 سالی است که ما بچگی عاشق آب یخ بودم، میرفتم شنا میکردم. ما دیدیم سوشال و الان 2 سالی است که هر روز من شنا میکنم. زمستون رکوردم تو آب یخ اوشن اینجا 17 دقیقه بوده، 17 دقیقه تو آب 6 درجه 5 درجه و آب یخی که کلا یخی که 1-2 درجه است
8 دقیقه بوده و هر روز یعنی احتیاط پیدا کردم. بعد همه رو دارم تشویق کنم که بیان. طبیعت رو از پایین ترین نقطه و بالاترین نقطهش داری تجربه میکنی. از وارد آب یخ میشی و اون بالاها هم اسکی میکنی. چی موتیویتور بوده که شروع بکنی زندگی این سبکی رو؟ آیا هیچ وقت مسائل مالی تو رو دورت کرده از این ادونچر یا اصلا این ادونچر باعث شده مسائل مالی هم حل بشه؟ ببین من کلا از بچگی اصلا دنبال مال و پله نبودم اصلا. همیشه ببین چه کار کردم چه کار نکردم خدا رسونده. اصلا یه چیز عجیب غریبه برای من. و میگم تو اسکی الان اومدم اینجا درآمدزایی خیلی خوبی از اسکی دارم. تابستونا اینجا بوت دارم. من الان 4 سال آموزش اسکی رو آب میدم تو همه رده سنی. هر کی هم اومده مشتری شده، یعنی دیگه ول نکرده، اینقدر بهش خوش گذشته. و آره اصلا دغدغه مالی ندارم، خودش جور میشه، همیشه شده و میشه. خیلی هم عالیه. و اینجا هم خب دوباره همین دایوینگ هم دارم، همچنان تدریس میکنم. من یه سوالی که برام هست اینه که چطوری شدی سرمربی تیم ملی ایران؟ دستاورد مثلا خودت توش موفق بودی و تونستی به اونجا برسی یا نه اصلا چه شکلی بوده؟ من 13 سال خب قهرمان بلامانع ایران بودم. مدال طلای آسیا گرفتم، مدال نقره آسیا گرفتم. بعد از اینکه خداحافظی کردم از هیته ورزشیم که پیشنهاد دادن اون موقع که رضا بیا مربی شو، که من گفتم نه، من یا سرمربی میشم یا اصلا مربی نمیشم. و دو سه ماهی روی این داستان بودن که من شدم سرمربی تیم ملی و خدا رو 1000 مرتبه شکر، چون منیتی نداشتم همون موقع که من سرمربی تیم ملی شدم درخواست مربی خارجی دادم برای تیم. همه اومدن من گفتن بابا تو سرمربی چرا میخوای؟ گفتم ببین من دودی که تو چشم رفته نمیخوام تو چش شاگردام بره. من دوست دارم مربی خارجی بیاد بچه‌هام پیشرفت کنن. و مربی چینی اومد بغل من، مربی کره‌ای اومد، مربی اوکراینی اومد، من ازشون درس گرفتم. حالا من مربی شدم، سرمربی شدم، ولی باز همون 15-16 سال واقعا اونجوری که خود دست‌اندرکاران میگم من شیرجه ایران رو متحول کردم که الان کلی از شاگردای خودم مربی تیم‌های مختلف اروپایی هستن. اصلا این باعث افتخار. همین چند وقت پیش یه مسابقات جهانی بود که شاگردام رفته بودن آقا رضا اینقدر دیگه مربی ایرانی الان توی تیم‌های دایوینگ خارجی هست، تو لیگای مثلا فوتبال و اینا اصلا نیست، یا مربی چینی نیست. این باعث افتخاره، واقعا لذت بخشه. چی توی مربیگری هست که اون عشقو به شما میده که بعد از این همه سال تدریس؟ خیلی نکته جالبی گفتی. ببین من توی محله بزرگ شدم، تهران ویلا، ستارخان، غرب تهران. منم خیلی آدم دیوانه‌ای بودم، اصلا واقعا دیوار راست میرفتم بالا و اسم نمیخوام ببرم. 3 تا دوستام که با هم بزرگ شدیم که اینا رو من بزرگ اصلا حالا بماند. چی بماند؟ نه یکیشون اعدام شد، خب یکیشون زیر اعدام فرار کرده، خب یکیشون دور از جون شما زیر شکنجه فوت کرد. ولی من یه مقطعی سوم راهنمایی و تقریبا دوم سوم راهنمایی بودم که رفتم سراغ ورزش، مسیرم عوض شد. من تمام اون هیجانا رو اگر من ورزش نمیرفتم شاید از اونها بدتر اصلا میگم باید یه چیزی این یه جای تخلیه بشه، پیش فعالی خودم بس خالی میکردم و رفتم تو ورزش دایوینگ و اسکی. و من خب تو اسکی کارهای آکروبات انجام میدم که اصلا لذت میبرم، اصلا با پایینش کاری ندارم، میگم برم فقط بالا اون چرخشه رو بزنم بیام. یا تو دایوینگ از ارتفاع های دایوینگ میتونم بگم ورزش رضا رو سیف کرد. دقیقاً. بعد برای همین یکی از رسالت‌های من روی این کره خاکی اینه که این مربیگریه رو ول نکنم. میگم اگر یک نفر عین من تو این راه مسیرش عوض شه بر من بس، حتی یک نفر که خیلی هم عوض شدن و من تا عمر دارم این مربیگری رو ول نخواهم کرد و چون
لذت میبرم وقتی پیشرفت شاگردمو میبینم، حالا چه تو اسکی، چه تو دایوینگ، چه تو اسکی روآب، تو هر چیز، تو شنا، اینا میرن اصلا لذت بخشه برام و میگم یکی از رسالتم. خیلی قشنگ بود، واقعا قابل تقدیر و چقدر متاسف شدم این موضوع رو در رابطه با دوستاتون شنیدن. ببخشید اگر جاهای من یکم میخوام بیشتر برم، چون نمیدونم، فکر میکنم این اتفاقای خیلی تلخه که مسیر ما رو از یه جای به بعد خیلی تغییر میده و دوست دارم در رابطه با مهاجرتتون بدونم چی شد که اصلا کسی با اون لول از بالاخره رتبه خیلی بالایی داری توی مملکت خودتون، سرمربی تیم ملی، احتمالاً خیلی خیلی ولنونی، همه میشناسن، چی میشه که تصمیم میگیری بکنی و بری یه جایی که هیچ کس نمیشناسه؟ من زمانی بود که مربی تیم ملی شدم، سال 2001 بود. من تیم قطر اون سال منو خواست، گفت $5000 در ماه بهت میدیم، زن و بچه‌ت هم بیا بهت فلان میکنیم و خونه، زندگی فلان. من گفتم نه، ارق ملی امکان نداره و واقعا خیلی پیشنهاد خوبی بود و رد کردم و موندم. خب حتما هم میگم رسالت از من این بود که با 15 16 سال زمان تا این آخر سری من با 14 15 تا رئیس فدراسیون کار کردم. میتونم بگم با همشونم رفیقم، همشون منو دوست دارن، با خیلیشون هم هنوز در ارتباطم. چی دل رضا رو شکوند؟ ببین من کلن آنست بودن و مردونگی رو به شاگردان میگم، همیشه مرد باشید، انسان باشید، میز عوضتون نکنه، پست و مقام عوضتون نکنه. چه کاری بود با شما از ایران بیام؟ من سرمربی تیم ملی بودم، همیشه 2 تا اسیستنت داشتم، کمک مربی داشتم، سالی 4 5 تا 3 4 تا سفر تیم ملی میرفتم، درآمد داشتم، درآمد خودم داشتم، تو دانشگاه شریف مربی تیم بودم، خیلی خوب بود، اسکیمو داشتم، همه چیمو. ولی یه کاری کردم که فرار کردم. چی باعث شد اون کلمه هم چی فراری داد رضا رو از مملکت؟ نامردی، بی‌معرفتی. ببین یه جایی دیسکانکت میشی با خیلی چیزا، بعد کانکت میشی یهو با طبیعت، یا چندی بار حس کردم. ببین کلا با این کائنات یکی شدم، اصلا یه حسیه، نمیدونم باید به حسش کنم. آره اینا نمیذارم. یکی از شاگردای دیگه هم از ایران اومده که بچگی شاگردم بوده، استودنت اومده و 2 ماه پیش تو رده سنی خود، 2 رده سنی خودش بالاتر کل تیم کانادا رو داره. الان استودنت اومدن دارن ساپورتش میکنن که خیلی سریع سیتیزنشیپ بهش بدن که بیاد برای تیم ملی کانادا بره، چون اگه پروسه معمولی شغل بره 12-13 هزار دلار میکشه. میکنن کارو؟ خیلی خوبه. شما یه جا افتادین، شما باید نجات بده هر صورت. سینمایی که من 4 سال پیش توی با دوچرخه اشتباه دوم جلسه هم بود، اشتباه یه مسیر رفتم بیرون خارج از پیست، خلاص پرچم ولی درد پایین 5 جا شولدرم شکست، 5 جا کتفم نیم ساعت سرو به طوری که منو پیدا کنم، یه آبو هم اومده بغلم، خیلی جالب دیگه. بالاخره ما خودم بهشون میگم ما یه اومدیم برای که چیزی رو تجربه کنیم. من همیشه میگم ترس یه چیزی از ذهن میاد، شیطون هست، اگه به ترس غلبه کنید لذت میبرید. من خودم واقعا این آدریانالی نباشه مردم. من 53 سالمه، هنوز بک فلیپ همو میزنم، هنوز لیبر بازی هم دارم، با کودک درونم زندگی میکنم. الان اینجا مربی یکی از باشگاه‌های آیدایی هستم، البته تا پارسال تو 2 تا کلاب. من اومدم اینجا 9 ماه والنتیر بودم دایوینگ با یک کلاب خیلی معمولی که من تا شرایط استاتوسم اقامتم درست که بتونم حقوقی هم بگیرم. 9 ماه والنتیر واسطم، اصلا هم برام
آر نبود که با یه تیم خیلی معمولی، باشگاه معمولی دارم کار میکنم، لذت بخش بودم، هم وایت بودن و خانواده‌ها میدیدم چه هنوز اون زبان هم انقدر اون موقع خوب نه و هنوز زیاد خوب نیست، ولی اون موقع اصلا انقدر خوب نه. اگه میشه با اون رزومه آدم چالش کار داشته باشه، بیای بری بعد خانواده برام همین که احترام میذاشتن، دوست داشتم میدیدم. بعد الان خب یه کلاپ دیگه هستم، یکی از شاگردای دیگه هم از ایران اومده، خدا دارم بچگی با من کار کردن، 15 سالشه، 2 ماه پیش اینجا تو رده سنی بالاتر از خودش کل کانادا رو گرفت. الان خود کانادا داره میخواد ساپورتش کنه که زودتر بهش سیتیزنشیپی رو بدن که برای کانادا بپره. خب اینا البته نباید اینجوری میشد، ما بایستی برای مملکت خودمون کار میکردیم. البته بازم میگم آسمون همه یه رنگ انسانیت هم، من میگم مرزبندی ها اصلا باید بردارم، مرزی وجود داشت. همه آدم‌ها، من همیشه میگم کل این آدم 8 میلیارد همه یه نفری. واقعا اگه من بخوام کسی رو قضاوت کنم با برم جاش توی دنیای موازی زندگی کنم. ولی میخوام بگم که اینا تجربه استیه، ما اومدیم اینا رو تو اینجا زندگی کنیم. رضا جون، چیزی که منو همیشه به فکر فرو میبره اینه که یه نفر که زندگیشو میذاره توی مسیری که برای شما توی ورزش هست و تو تهش میری تا ته موفقیتش، چه چیزی شما رو بعد از این همه موفقیت همچنان خوشحال نگه داره و باعث میشه یه روز دیگه بلند شی؟ بالاترین رتبه یه ورزشکار سرمربیگریه و الان در حال حاضر فوکست روی چیه توی ونکوور؟ به جز زندگی کردن، به جز خوشحال بودن، توی سرگذشت حرفه‌ایت الان دنبال چی؟ من چند ماه پیش کلاپمو ثبت کردم و الان در صدد اینم که یک باشگاه تخصصی دایوینگ و اسکی بزنم و یه کاراش هم کردیم. الان همینجوری داریم میریم جلو که بیزینس پلنش رو بنویسیم و بریم جلو. یکی از چیزام اینه که این مربیگریه رو گسترش بدم و مربیای بیشتری بله تغییر جامعه بده یا شاگردای بهتر؟ همین که بیان در کنار همدیگه باشیم، لذت بریم، ورزش کنیم، سلامتی. و میگم یکی از رسالت‌هام این مربیگریه دیگه. حالا میخوام اینو گسترش بدم، به این نباشه که من الان 10 تا شاگرد دایوینگ دارم میرم آموزش میدم، یا مثلا اسکی خب خیلی شاگرد دارم میان و میرن. میخوام اینو گسترش بدم، مربیای دیگه بیان تو باشگاه، این سلامت رو بیشتر رواج بدم و میگم بزرگترش کنم. حالا ممبرشیپ بدم، بیان از باشگاه استفاده کنن، از بدنسازی و بدنسازی تخصصی. توی کامیونیتی ایرانی تا الان کاری کردی که بدون چشم داشته مالی ولی صرفاً کمک بخوای بکنی به این همه آدم جدیدی که میان، به این همه دانشجویی که اینجا تو مشکلات هستن و با کلی امیال آرزو میان منتظر فرش قرمزن، ولی اون فرش قرمز رو نکته قشنگ بود. من خب اینستاگرام فعالی دارم، خب خیلیا من هر کاری از دستم بر بیاد، کسایی که میان چه اصلا نشناسمشون یا تو اینستاگرام به پیغام میده مثلا شما اونجوری راهکار چیه، چه من هر کاری از دستم بر بیاد براشون انجام میدم و خیلیا رو اینجا من وصل کردم برای کار. اون روزی مثلا چند تاش خیلی هاشون هستن، خیلی اون روزی مثلا چی؟ مثلا یکی رو دیدم که میگه وای واقعا من رضا هر کی رو توی ونکوور میشد از طریق تو بوده، نمیدونم الان این درآمدایی که دارم، اینایی که به من وصل کردی، من همیشه دعات میکنم و ببین من میگم هممون یکی میگه باید دست هم گرا، این زنجیر به هم دیگه وصلیم. من نمیتونم خیلی راحت از بغل یکی بگذرم. 100%. میرین من از اون تجربه های دیوانوار رضا هم میخوام بشنوم، اونی که نه من مطمئنم کسایی که این برنامه رو میبینن میگن خب آره یه فرد موفق، یه فردی که داره زندگی میکنه به قول اینجا یا تو فول است. تجربه برام بگو، اونی که 8 دقیقه روحت از بدن جدا بوده چی شد؟ اصلا کجا میدونی؟ آره این جالبه. من تقریبا
27 سال پیش فکم شکست، از یه جایی پریدم خوردم به لب حالا فکم شد. نمیخوام زیاد به قول معروف، همیشه دوست دارم تو پیجم همیشه گفتم، میگم اولا من ببخشید این جمله رو دارم میگم، همیشه میگم که دوستای صمیمی، میگم اگه خبر منفی بذارید، اگر از فوت این و اون اعلامیه بذارید، من بلاکتون میکنم. میگم مردم همینجوری خودشون مشکل دارن، درد سر دارن، ما بیایم حالا مشکلات رو بیشتر بکنیم، هی خبر منفی پخش کنیم، نکنید. چون این لحظه حال ماست داره آیندمون رو میسازه. هی از چیزای خوبتون بذارید، از غذایی که خوب داری میخورید، از لذتی که داریم، از طبیعت بذارید. خب همیشه که گل و بلبل نیست. نه ببین چرا هست. میخوام من دور از جون شما، خواهر کوچیکم 2 سال پیش فوت کرد. خیلی متاسفم. و سرطان داشت. میگم من که عاشقشم و هنوزم هستم و من اعتقادی به مرگ ندارم. میگم تولد دیگره، چون خودم الان اینا رو گفتم که با اون صحبت که شما که 7 دقیقه 8 دقیقه رو من بدم شد بگم. و من توی اینستاگرامم بعد فالوورم حالا میشناسن، بله، اصلا نیومدم خبر فوت خواهرم بذارم تو ونکوور. این همه خیلیاشون نفهمیدن اصلا خواهر من فوت کرد. به دلیل اینش میگم دلیل نداره من خبر فوت خواهرم بذارم که یه سری ناراحت بشم. اصلا چه کاری برای اون مثلا ناراحت کنم مردم؟ من که خودم اعتقاد ندارم به من، میگم هست باشم صحبت میکنم. تولد تازه راحت شده، رها شده، داره همونجا رو میبینه و لذت داره میبره. حالا این رها شدگیه این دیده از کجا میاد؟ حالا چرا من نمیخوام بگم جزئیات رو بگم که حالا چی بشه. من توی اتاقم خب اینقدر فکم اینا از چند جا شکسته بود و تورم زیاد. دکتر دستگاه تنفس برداشت که تو بعد از 2-3 ساعت که همه پلاتین کار کرده تو فکم، اینقدر تورم زیاد بود، دیدم نفسم بالا نمیاد، نمیتونم حرف بزنم، دکتر من دارم خفه میشم. این فهمید، دستگاه رو گذاشت. 2 دقیقه بعد دوباره دستگاه رو برداشت، همون حالت پیش اومد و دستگاه رو که گذاشتی عمل نکرد. من شروع کردم اینجوری روی تخت بیمارستان اینجوری دور از جون دادن، اینجوری رفتم میونه. اینو یادم بهتون میگم، من قبل از اتاق عمل من 3 تا دوستان فوت کرده بودن. یکیشون بغل خودم، همشون اونم ماجراجو بودن. یکیشون قهرمان موتوکراس بود، بغل خودم تموم کرد. گفتن ای خدا من این 3 نفر رو من ببینم. اصلا خواستم از خدا که من این 3 نفر رو ببینم. بعد از که این اتفاق افتاد، یه دالون، یه نقطه نور باز شد، این 3 نفر نیمتنه اومدن بالا سرم. بعد من اینا رو دیدم داشتم میخندن، یا گفتم دارم میام. انقدر خوشحال بودم نمیتونم بگم این خوشحالی در چه حدی بود که اینا اخم کردن تو این دالون رفتن. بعد من بلند شدم مونیتور حالا این داستانایی که دارم براتون میگم، بعد از اینکه حالا اومدم تو این دنیا، اینجام تراکتومی کردم، من لوله گذاشته بودم، اون میکروفون بپا، اینجام سوراخ کردم، اینجام تراکتومی کردن، از اینجا نفس بکشم. نمیتونستم صحبت کنم. این اتفاقا هم که میفته، من هیچ موقع نمیداشتم مادرم بفهمم. مادرم حاج خانم جونش به من بسته، یعنی اصلا مرسی. پشت جعبه دستمال کاغذی برای خواهر بزرگم نوشتم که چه اتفاق، الان این چیزایی که دارم برای شما تعریف کنم پشتش، چون نمیتونم صحبت کنم، برای خواهرم نوشتم که هنوز اونو داره. که دکتر اومد به خواهرم گفت من نمیدونم، معجزه شد، رضا بین 7 دقیقه تا 8 دقیقه نه قلبش میزد نه نبض. بعد من بلند شدم مونیتور رو دیدم، اون یکی سی پی آر هم میکردن، جوونه اون که میدوید، جوونه مردم قهرمان بود، میومدن میدویدن، همه رو داشتم میدیدم. تمام این چیزا رو دیدم. چند سالتون بود این اتفاق افتاد؟ من 24 سالم بود. 24 سالتون؟ 25 سالم. بعد این همه صحنه‌ها رو دیدم. یک آن دیدم مادرم 2 بار سکته قلبی کرده، قلبشو باز عمل کرده، جونش به من، اصلا من یه سوگالیشم دیگه، اصلا خیلی، اصلا چون خیلی ناخواسته من این مادرم اذیت کردم، خیلی
تلفن زنگ می‌خورد دستاش می‌لرزید میگفت الان با یکی دعوا کرده تصادف کرده مأمور می‌خواد. اصلا یه شری بودم برای خودم. و یهو دیدم مادرم اینجوری داره اومده داره من تماشا می‌کنه تو خونه قدیممون پشت میز بار داره من تماشا می‌کنه. گفتم رضا رفتی صبح حاج خانم پیشته. ببین اون وابستگی که به مادرم داشتم یه جورایی اون منو برگردون. نمیدونم چی بود، حالا هنوز نمیدونم. بعد اون لحظه کیمیا جون حس کردم دارن قربونی میکنن، سرمو جدا میکنن از بدنم، یه درد وحشتناک که من راه نگو من دارم برمیگردم. حس کردم سرمو جدا کردن که من بمیرم. با این حس بعد با این گریه دوباره برگشتم تو جسمم که چند دقیقه بعد چشام باز کردم دیدم من هستم. یعنی قشنگ. بعد خدا بیامرزه پدر خانومم خیلی مرد بالی، اصلا با هم زندگی میکردیم، خیلی رفیق بودیم. بعد از چند وقت بعد توی خونش من یه کتاب پیدا کردم، تجربه نزدیک به مرگ. خیلی جالب بود، اونو خوندم. همه اون دالونه رو دیده بودن، همه اون اتفاقایی که الان من براتون تعریف کردم خیلی شبیه آگاهیت. و بعد از اون جریانم نه ادونچرم کم شده نه از بیشترم شده، بیشتر از زندگی. و میگم من یه رسالتی گردنمه، باید اینو برسونم. هر روزم پیگیرشم، هر روزم از خودم. حالا یه سری میگم بابا تو این همه اومدی شاگرد تحویل اجتماع دادی فلان. میگم نه، ماورای ایناست. ببین من حالا اصلا ماورای مربیگریه، ماورای چیزیه، همش دوستان خدا منو برسون به اون جایی که واقعا براش اومدم. ببین من این چیزا رو شنیدم و برای چی اومدی؟ همون باورای خودم هست. میگم فلسفه رضا چیه؟ فکر می‌کنی برای چی اینجاست؟ من اینو ایمان دارم که دنیای موازی هست. ما میگم جای 8 میلیارد شاید زندگی کردم، شاید هم باید بکنم. و میگم ما قبل از که بیایم، من اینو همه اینا فرضیه است ولی به باورای من شبیه تره. قبل از اینکه ما بیایم خودم پدر مادرم رو انتخاب میکنم، خودم ملیتم رو انتخاب میکنم، خودم دور از جون شاید دوستم نابینا باشم، پا نشته باشم، همه چیزو ما خودم انتخاب میکنیم، میگیم اونو تجربه کنیم. و الان من میگم من اومدم روی این کره خاکی، خودم پدر مادرم و خودم کشورم و همه رو انتخاب کردم که بیام اون درس رو پاس کنم. و یادم نیست و میدونستیم ما، برای همین همیشه میگم با کودک درونتون زنده. کودک راهو بلده. کودک شما خیلی راهو بلده. آره کودک بلده، ولی نمیدونم هنوز پیداش نکردم. هر روز میخوام، هر روزم میگم خدا شب که بخوابم میگم به یادم بیار که برای چی اومدم. بی دلیل نیست. من اومدم یه کاری رو بکنم. ما هر کدوممون برای یه کاری اومدیم که از دست کسی دیگه‌ای بر نمیاد. من اینو مطمئنم. و این کار روزمره مربیگری و این چیزا پیش پا افتاده ماورای ایناست و امیدوارم که بهش برسم. شک ندارم. رضا جون یه باوری دارم، من لذت میبرم از صحبت با آدما و واقعا حس میکنم چون زمان محدودی دارم صحبت با آدما به من اجازه زندگی کردن تجربه های اونا رو تا حدودی میده و دنیای من چند درصد همیشه بزرگتر میشه زمانی که صحبت های این چنینی رو دارم. من شما رو از قبل نمیشناختم به این مقدار که با هم صحبتی بکنیم، سعادت نمیشیم. واقعا من کم سعادت بودم. باعث افتخاره که ایرانی با این همه دستاورد، با این همه عشق، با این همه شور نشست جلوی من و من این افتخار داشتم که با شما صحبت بکنم. ممنون که دنیای منو بزرگتر کردید. خیلی 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 دوست دارم که بیشتر ازتون یاد بگیرم، شاگردتون باشم و مطمئنم کلی آدم دیگه هم هستن که با همین پشن خواهند دیدین برنامه رو. بهترین راه ارتباطی باهاتون چیه؟ من خب اینستاگراممه، بعد عرضم به حضورتون من میگم دوست دارم کارهایی که روزمره انجام میدم گاهگداری میذارم، مثلا تو آب رفتنم تو برف میاد، نمیدونم 18 درجه آب زیر صفر تو ویسلر بعد از اسکی میام، یه در لیک گرین لیک یا آلتا لیک
سوراخ میریم تو آب و همیشه کارهای هیجانی انجام میدم که باعث تشویق این اون بشن. پس بهترین راهی که بتونن تجربه های دیوونه‌وار شما رو ببینن افراد اینستاگرام. آره بعدم میگم هی وایب مثبت پخش میکنم دیگه. من چند تا از دوست خیلیا از ایران صحبت میکنم یا تو اینستاگرام پیغام میاد ما به عشق خودت فقط اینستاگرام باز میکنیم، چون میگم حداقل یه انرژی مثبت به یکی دادم لذتشو برده. میدونی بعدم به خدا همیشه میگم خودم که درون خودم میدونم، نه خودخواهی نه بخوام به قول خودنمایی کنم، اصلا اینجوری نیست. اصلا خودم درون خودم میدونم دارم چیکار میکنم، اون وایبر میدم. چون ببین یه سری چیزا هست اگه رو خودنمایی و اینا باشه میفهمن، همه میفهمن، ولی از ته دلت یه کاری رو انجام بدی هم خودت لذت میبری هم مطمئن مخاطبه بعد با کامنت هایی که میذارن تشویق میشم، یعنی بیشترش میکنم. مرسی که اینقدر انرژی مثبت رو همه جا پخش میکنید، اینجا هم پخش کردید، باعث افتخار بود داشتنتون. مرسی. مرسی.